ببین من چی پیدا کردم. اینجا شما فقط نگاه کن. اینجا یک کله. خب یا اینجا دو تا کله، اینجا یک کله ایه، نه اینجا یک کله ایه. اینجا یک کله، اینجا یک کله. اینجا رو نکنید، اینجا با دقت نکنید. اینجا یک کله، اینجا یک کله. بعدش هم این تبر برعکس در حال سوختن نماد شیطانیه. وسط کلیسا چیکار میکنه؟ زن بیان بیرون. یا نه این صلیب این بیان بیرون براتون. یعنی کلیسا وسط کلیسا باید چیکار کنه این نماد؟ یکی من توضیح بده. نه کنی. یک کله اینجاه، یه دونه کله اینجاه. این دوتا چشش، نه این یه چشش، این یه چشش، این هم یه چشش، این هم یه چشش. اینجا هم دوتا چش داره. اینجا یه چش، اینجا یه چش، اینجا یه چش، اینجا یه چش. من واقعا مونده این بازی رو برای بچه ها شما طراحی کردیم. برای کی طراحی کردیم این بازی رو؟ برای چی باید همچین نمادهایی تو این بازی باشه؟ یکی به من جواب بده.